عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان و همراهان گرامی در سایت تجارت آفرین. من امیر مقدم از تیم تحلیلی سایت. امروز 18 جولای 2024 با ویدیوهای تحلیلی بازارهای جهانی در خدمتتون هستیم. خب بیت کوین رو در تایم فریم دیلی دارید مشاهده می‌فرمایید که هفته های گذشته این محدوده ها بود که ما انتظار رشد از این محدوده ها رو داشتیم. اگر به آرشیو ویدیو مراجعه بفرمایید کاملا متوجه میشید که همین اتفاق هم افتاد و میدلاین این کانال پرقدرت به سمت بالا شکست. در حال حاضر اینجا ما یک مقاومت خیلی جدی داریم، مقاومت این باند بالایی چنگال اندروز رو داریم که کندل برگشتی مناسبی رو هم زده و همچنین سقف این کانال صعودی رو داریم. یعنی در اینجا ما یک درگیری داریم که باید تکلیفش رو قیمت اینجا مشخص کنه و اگر بتونه به سمت بالا بشکنه احتمال اینکه تا این محدوده یعنی محدوده $70,000 بره بسیار زیاده. اگر بخواد روند صعودیش رو پس بگیره باید یعنی سقف $72,000 $72,500 رو پس بگیره که بتونه دوباره به روند صعودی برگرده. من احتمال میدم اینجاها ما یک درگیری داشته باشیم، یک منطقه رنجی رو تشکیل بده و بعد مجدد حالا به سمت بالا حرکت بکنه. روی بیت کوین من کلا مثبت هستم، برای بلند مدت من کلا روی بیت کوین مثبت هستم و یک سری ارزهای یعنی رمز ارزهایی که مستعد رشدن، یعنی پتانسیل خیلی خوبی دارن. حالا دوستان میتونن توی کوین مارکت کپ برن، حالا اون 10-20 تا ارزی که یک بنیاد قوی دارن، یک وایت پیپر خیلی خوبی دارن، گلچین کنن، به لحاظ تکنیکی ورود خروج مناسب براش در بیارن و اونجا توی واچ لیستشون بذارن و تو موقعیت های مناسب ورود داشته باشن. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.